دوستان سلام، وقتتون بخیر. بسته‌بندی امروز به مقصد چلمان. این گردو عجیب‌ترین گردوییه که هر سال به طرز وحشتناکی باردهی میکنه. جادی که از گزند سرمایه بهاره در امانه و تا ارتفاعات 2000 متر از سطح دریا به خوبی جواب. با اینکه درختش پای کوتاه میشه، اما بعد از رشد کامل 70 الی 80 کیلو بار خشک میده. گردو نژاد خوشه‌ای فرانسوی که نهال‌های 2 ساله و تضمین شدهشون 40% روی تخفیف هست. اگه تو هم میخوای نهالش رو با این کیفیت و با 40% تخفیف پیش‌خری کنی، عدد 40 رو زیر همین پست کامنت. راستی تعداد نهال‌هاش محدوده و تخفیفش فقط 3 روز مهلت داره. بزرگترین دردی که در مسیر تجربه کردید چه بوده است؟ خود من یکی از بزرگترین دردهایی که تجربه کردم که افتخار میکنم که آن درد را تجربه کردم